وای پسر چقدر کوچیک شد. آخ جون کم تو آسمون. از اون چالشای سخت حتی سخت‌تر از چیزی که فکر کنن، چون برخلاف ویدیوهای قبلیمون اگه یکیشون بره ویدیو تموم نمیشه. یعنی به جای اینکه اون 250,000 تا رو نصف کنن، کل پول میرسه به اونی که مونده. یعنی قشنگ برای حذف طرف مقابلشون انگیزه داره. صبح بخیر مزموزی، فکر کنم کلا 2 ساعت خوابیدم. آهای خیلی سرد. وقتی تو آسمون زندگی میکنی 24 ساعته تو تیررس باد و بارون. باورم نمیشه تازه روز دوم و ما کاپشن لازم شدیم. وای داره تاب میخوره. وای یکم خدا. داره باد میزنه. ولی باد تازه اولین مشکلشون بود. فکر کن حالت بدم یهویی بیفتی. اون وقت منم میام تو رو دوشقی میکنم. و اینجا آدم اصلا راحت نیست. آره دیشب هوا خیلی ناجور بود، بد جوری باد میزد، بارونم میومد. حالا همه چی خیس شده. یعنی اصلا نخوابیدی؟ نه خوابم نبود. من که تخت خوابیدم. آریسون خیلی زود خودشو وفت. میخوام خوراکی ببرم تو چادرم، بوریتوی مرغ. وای خیلی براش ذوق دارم. اما از اون طرف انگس اصلا با چادر حال نمی کنم، نمیخوام برم تو. شاید خیلی راحت به نظر بیاده اما برای من مثل قبره، خیلی سخته. خدا کنه یه مدت دیگه بارون نیاد. وای خدای من انگار داره سیل میاد. باد داره چادرمو میبره. چادرمون دقیقا لبه سکوان. خیلی حال میده. واقعا مسخره است. و بارون هم دست بردار نبود. میترسم همینجوری یه ذره تا فردا بارون